شما؟ پس هم سعی ارتش برده بودین. مثل که در افغانستان میگیم چیز به خاطر آموزش اه، ارتش ملی افغانستان ما اینجا می باشیم، میگم 15,000 نفر باشه. آخرش هم اونطور یک چیز بود. حال خارج شده. ایره جنرال الکسیوس گرینکوویچ از نیروی هوایی امریکا، به اصطلاح فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو است در اروپا، اینمی گرینکوویچ این گفت که ما از جمهوری عراق و تمام متحدانی که در جابجایی، یعنی در انتقال امن نیروهای ناتو از عراق کمک کردن، تشکر میکنیم. چرا گریختن؟ اینا فهمیدن که وقت گریز است. هر چیز از خود وقت داره. در این بیانیه تایید شده که این مأموریت تمام پرسنل خود از غرب آسیا برده به کجا؟ به اروپا منتقل کرده. یک مقام ناشناخته ناتو هم گفته که این جابجایی ها چند صد نفر بوده. چرا؟ حملات بالای اینها، حملات موشکی از ایران و حملات از هشت شعبی، وقتی که اینا دیدن که سفارت امریکا آتش گرفت در بغداد، رادارا را زدن، اینا فهمیدن که اینجا جنگ به اصطلاح یک آتش است که میپوشانه همه گیره، بیا خود بکش. در روزهای اخیر مثلا کشورهای مثل پولند، اسپانیا و کرواسی نیروهای خود از منطقه خارج کردن. تو یار ببین یا چی میکردن؟ شما خبر داشتید؟ اینا بیخی تو جایکی خود انداخته بودن دیگه، همه تو به اصطلاح در سر بستر پدری. ناتو حال گفته که مأموریت از این پس از یک مقر نظامی در ناپل ایتالیا ادامه پیدا میکنه. برو ازم دور می کارایتان کن، ببینیم چه خیلی به جای میرسم. این عملیات میگه ماهیت غیر رسمی داره. چطور؟ همین غلطگویی هم از خود یقت داره. ناتو عملیاتش غیر رسمی است. دو تو جایی که آتش میباره تو چی میکردی؟ میگه ما برای مشوره با نیروهای امنیتی عراق و حمایت از ارتقای توانمندی آنها چطور و چه کاره، چیزی که در افغانستان میگفتن. در که ارتش عراق هیچ کدام ارتقای نداره. اگر هشت شبی نباشه تا پشت سرش سپاه قدس ایران دمی 2 روز میگیرش. داعش. آلون اسرائیلی گفتد، خبرنگار اسرائیلی، که به محضی که اعلام بکنن سفارت امریکا بسته میشه کار تمام است. اوه، در کجا؟ در عراق. آلون اسرائیلی میگه که امی که شما شنیدین که سفارت امریکا در بغداد بسته شد، شما فکر کنین که عراق استقلال خود به دست آورد آزاد میشه و او هم به لطف محور مقاومت که ایران رو رهبری میکنه. یک امتیاز بزرگ دیگه ای که امریکا دیگه قادر نمی باشه پول نفت عراق بزنه و جیب خود. خیلی جنگ مهم است. این پول بعداً به یوان خرید و فروش میشه که برای بازسازی عراق به کار میره. نفیسه کونورد، خبرنگار ارشد BBC فارسی، رفت به عراق. تقریبا 10-20 سال بعد رفت. گفت که در عراق اصلا از او عراق یعنی پر از خاک و گل و ویرانی و به اصطلاح فرسودگی هیچ تغییری نکرده. اما سومین کشور دارنده نفت در دنیاست. کی میبرد؟ امریکا. دنی سترینوی، تحلیلگر ژئوپلیتیک اسرائیلی، حال در تازه ترین مورد گفته است که همونطوری که در مورد بمباران میدان گازی پارس جنوبی به اصطلاح که هدفش ظاهراً باز کردن تنگه ها بود، دیدیم که تحمیل محاصره بر جزیره خارک هم
ایران وادار به باز کردن تنگی هرمز نکرد و نخواهد کرد. یعنی بعد از اینکه تنگی هرمز هم یک زور زدن، پارس جنوبی رو زدن که باز کنن. بعدش آمدن جزیره خارک زدن، ای هم نشد. این نمونه دیگه درک عمیق ناقص از مفهوم استراتژی ایران است. نمیفهمم. اینا با چشم بسته، چشم خود بسته کردن، آمدن به جنگ. برای باز کردن تنگه ها، یعنی آبراها، آبناها، امریکا ناچار است با یا رژیم ایران کاملا نابود کنه که مانع نباشه، یا وارد یک کارزار گسترده نظامی شود که به زور او رو چی کنه؟ تصرف کنه. این اردوش نمیتونه. کارزاری که ماها طول میکشه اگر اقدام هم بکنن. حتی اگر یکی از این اهداف محقق هم شود، دیگه ضمانت وجود نداره که این عبور نفتکش ها مختل نمیشه. دیگه هیچ چیز ضمانت نمیشه. هیچ راه حل جادویی هم برای مسئله ایران وجود ندارد. ایران همونطوری که بر لایه حیاتی برای بقای نظام به اصطلاح چنگ میزنه و با قدرت استاد است، در تنگی هرمز